سلام به کانال یوتیوب من، خیلی خوش اومدین. امروز قرار الگوسازی یقه انگلیسی 2 تیکه رو آموزش ببینیم. این روش انقدر دقیقه که شما میتونید با خیال راحت یقه انگلیسیاتون رو به این روش بدوزین. بریم سراغ الگوسازی. روش‌های متفاوتی برای الگوسازی یقه انگلیسی 2 تیکه وجود داره. میخوام بهتون روشی رو آموزش بدم که خودمم باهاش یقه انگلیسی 2 تیکه دوختم و بسیار از تنخورش راضی بودم. بریم سراغ الگوسازی. ابتدا ما باید در این قسمت محل اولین دکمه‌مون رو مشخص کنیم. محل اولین دکمه یعنی آغاز خط شکستمون. یعنی اولین دکمه ما هر جا قرار بگیره خط شکستمون هم از اون قسمت شروع میشه. من این قسمت رو برای اولین دکمه‌م انتخاب میکنم. دلخواه آزادی یقه و شما میتونید هر جایی که دوست داشتین رو برای اولین دکمه‌تون در نظر بگیرید. از اولین دکمه شروع میکنم و خط جا دکمه‌م رو رسم میکنم. به اندازه 2.5 سانت به دکمه خورم فضا میدم و به این صورت جا دکمه رسم میشه. اگه شما بخواین که یقه انگلیسیتون به گردن چسبیده باشه، ما طراحی یقه رو از این نقطه شروع میکنیم. اما اگه بخواین مقدار کمی با گردن فاصله داشته باشه، به اندازه 0.5 سانت در سرشانه و خط CF علامت میزنیم و هلال گردن جدیدمون رو رسم میکنیم. به این صورت. این نقاط رو شماره گذاری میکنم تا طراحی یقمون رو بتونیم بهتر درک کنیم. حالا من میخوام از نقطه 1 به اندازه 1.5 تا 2 سانت خط سرشانه‌ام و سمت داخل امتداد بدم. این 1.5 الی 2 سانت به بازی یقه بستگی داره. چون من بازی یقم بالای خط سینه است، از عدد 1.5 استفاده میکنم و زمانی که بازی یقه پایین خط سینه باشه میتونیم از عدد 2 استفاده کنیم. خط کشم رو در امتداد سرشونه قرار میدم و از نقطه 1 به اندازه 1.5 سانت خارج میشم و علامت میزنم. این نقطه رو شماره 5 نامگذاری میکنم. حالا میخوام خط شکستم رو رسم کنم و نقاط 5 و 4 رو به هم وصل میکنم. به این صورت خط شکستم رسم میشه. این میشه خط شکستمون، یعنی خطی که یقه باید از این قسمت تا بخوره و برگرده. خط شکستم رو به سمت بالا امتداد میدم چون برای طراحی نیاز دارم که امتدادش بدم. هلال گردن جلو رو به اندازه 0.5 سانت آزاد کرده بودم. هلال گردن پشت هم به اندازه 0.5 سانت آزاد میشه و دور یقمون رو با استفاده از متر ایستاده اندازه گیری میکنیم. اندازه هلال گردن پشت شد 9 سانت. من میخوام این 9 سانت رو از نقطه 1 روی خط شکست علامت بزنم. یعنی میام خط کشم رو روی نقطه 1 قرار میدم و به اندازه 9 سانت علامت میزنم تا برسم به خط شکستم. این خط جدیدی که رسم کردم اندازش 9 سانته، یعنی همون هلال گردن پشتمون که اندازه گیری کردیم. این نقطه رو نقطه 6 نامگذاری میکنم. حالا میخوام از نقطه 1 به اندازه 4 سانت روی یقه جدیدی که رسم کردم بیام پایین و علامت بزنم. این قسمت میشه نقطه 7. فاصله بین نقطه 7 و 6 رو اندازه گیری میکنم. میشه 13 سانتی متر. از نقطه 7 به اندازه 13 سانت همینطور به سمت داخل علامت میزنم. همینطور 13 سانت به مرکزیت نقطه 7 علامت میزنم و یک خط کمانی رسم میکنم. این نقاط رو به هم وصل میکنم. حالا از نقطه 6 روی خط کمانی که رسم کردیم به اندازه 4 سانتی متر علامت میزنیم. و همینطور دوباره به اندازه فاصله نقطه 1 تا 5 که میشد 1.5 یا 2 سانتی متر از این نقطه خارج میشیم و علامت میزنیم. این نقاط رو نامگذاری میکنیم. نقطه های 8 و 9 میشه. این قسمت 4 سانتی متر بود، درسته؟ من عدد 4 گونیام رو در نظر میگیرم و این عدد رو قرار میدم روی نقطه 8. به این صورت. گونیا رو به صورتی قرار میدم که عدد 4 روی نقطه 8 قرار بگیره و از اون سمت هم گونیا از نقطه 6 عبور کنه و بگذره. به این صورت. حالا از نقطه 8 خطی به سمت نقطه 6 رسم میکنم و از نقطه 6 هم این خط رو به سمت پایین امتداد میدم.
به این صورت. یه بار دیگه براتون توضیح میدم. من عدد 4 گونیام رو روی نقطه 8 قرار دادم و گونیا رو به صورتی قرار میدم که از نقطه 6 هم عبور کنه و بگذره. حالا از نقطه 8 میام خطی به سمت نقطه 6 رسم میکنم و از نقطه 6 به پایین امتداد میدم. از این سمت هم این خط رو به سمت نقطه 9 میرسونم. من میخوام تو این قسمت یه خط 90 درجه داشته باشم برای قسمت پشت یقم. حالا من گونیام رو روی خط جدیدی که رسم کردم قرار میدم از نقطه 9. چون میخوام از نقطه 9 یه خط 90 درجه به اندازه 3 تا 4 سانت به سمت پایین رسم کنم. این قسمت هم باید 90 درجه باشه. حالا میخوام نقطه 9 رو با یه هلال ملایم به نقطه 7 وصل کنم به صورتی که قسمت بالاش که به صورت 90 درجه هست به هم نخوره. از قسمت داخلی خط کشم استفاده میکنم و به این صورت خط یقم رو رسم میکنم. خب خط یقم رسم شد. حالا بریم سراغ رسم دال یقه. این نقطه که محل برخورد خط شکست و یقه جدیدمون هست رو نامگذاری میکنم نقطه آ و از این نقطه به اندازه 3 تا 4 سانت میام پایین و علامت میزنم. حالا در این نقطه خطی به خط شکستم عمود میکنم به این صورت. ببینید میزان یقه و پهنای یقه دلخواه، یعنی شما هر چقدر که دوست داشتین میتونید در نظر بگیرید. من این اندازه رو برای یقم در نظر میگیرم و قسمت پایین یقم رو رسم میکنم. توجه کنید که قسمت پایین یقه حتما باید به صورت یه خط منحنی رسم بشه و نباید از قسمت صاف خطکش برای طراحی قسمت پایین یقتون استفاده کنید. قسمت پایین یقم رسم شد. برای طراحی قسمت بالای یقه من میتونم این نقطه رو به نقطه آ وصل کنم به این صورت و همونطور که بهتون گفتم میزان بازی دال یقه کاملا دلخواهه. حالا من اینجا از خط کشم برای طراحی دال یقه کمک میگیرم و دال یقم رو طراحی میکنم. حالا باید قسمت بالای یقه رو طراحی کنیم که برای طراحی قسمت بالای یقه از قسمت صاف خط کشم استفاده میکنم و قسمت بالای یقه انگلیسیم رو طراحی میکنم به این صورت. یقه انگلیسی 2 تیکم الان کامل شده و باید از قسمت بالای یقم کپی برداری کنم. از نقطه آ کپی برداری یقم رو انجام میدم به همین صورتی که علامت زدم تا دوباره برسم به نقطه آ. خطوط سبز خطوطی هستش که کپی برداری باید بشه. زمان کپی برداری نقاط موازنه رو روی یقه مشخص میکنم. این نقطه موازنه که مربوط به داخل یقه میشد و نقطه دیگه در ابتدای دال یقمونه به این صورت. حالا باید تیکه های اضافی و الگوم رو جدا کنم. به این قسمت خیلی خوب دقت کنید. قسمت های اضافی قیچی میشه و قسمت پایین یقه همراه با بالا تنه برش میخوره. ببینید به این قسمت دقت کنید. زمانی که از یقه کپی برداری کردیم کپی برداریمون رو از خط سبز انجام دادیم. اما حالا من میخوام برشم رو از خط قرمز کنارش انجام بدم. از این خط. و یه مثلث کوچیک میمونه این قسمت و اجازه میدم که این مثلث کوچیک همراه بالا تنه بمونه به خاطر اینکه برای برگرد یقمون به کار میره. به این صورت قسمت های اضافی رو قیچی کردم، سرشانه هم قیچی میشه و در نهایت قطعات یقه رو بر اساس نقاط موازنه کنار هم قرار میدیم و میدوزیم. اینم از طراحی یقه انگلیسی 2 تیکه به دقیق ترین روش. ممنون که کنارم هستین. خداحافظ تا آموزش بعدی.